این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان. اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست. از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان. این زمین را ارج از عرش است. بیاموز هرچند بیتوانیا، مگر خویشتن شاد گردانیا. این زمین را ارج از عرش است. شنونده عزیز، شما خوانش بدیعی را تحت عنوان داستان نازگل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراریان و کارگردان زبیدالله جان محمد میشنوید. داستان نازگل. باز هم از غرور نیاگان. آغاز گفتار هفتم. با شنونده معلوم بود که جنگ‌های اسلیمیانه عاقبت‌های سنگین داشتند. شهرستان‌های آباد و بزرگ کاملا خراب کرده شده، ساکنانش به صفت اسیر قوه ارزان کاری یعنی غلامان و زنانش به صورت خدمتگزار دربار یا حرم برده می شدند. در بسیار حالت از نسل شاهان و حاکمان مرد سلامت نمی رهید که مبادا در اندیشه قصاص باشد. از همین رو مکان و مرکزها با سر زدن جنگ ها تغییر می خوردند و این زمان در مسافه های نچندان طولانی به تپه های دچار می آییم که باقی مانده های شهر یا دش های حاکمان یا شاهانند. همین طور پس از غارت و کشتار الپارسلان عنوان شهرهای آبادی ختلان از منبع های خطی گم می شود و جز از کلاب و دیلی. مردمان منطقه از استیلای مغول جبر بیشتری کشیدند. مردم پریشان و کشتارهای حاصلخیز ویران و بی صاحب ماندند. همچنان به اخبار عطاملیک جوینی چنگیزیان از 10 نفر ساکن ورارد و خراسان 9 تن را کشتند یا به اسیری بردند. همین احوال به سر مردمان سرزمین های میان یاخسو و سرخاب بلکه پهناورتر ساکنان بین رودهای جیهون و بخش آمده بود. طبق آثار پیشین مناسبت چنگیزخان با مردم تاجیک خیلی بدخصمانه و دشمنانه بود که در یسه ها به یادگار گذاشته است. او مردم تاجیک را دشمن قتال خود و همخوانانش می داند. فرزندش تولی خان را که برای غصب خراسان فرستاده بود نصیحت می دهد و زنهار که بیدار و هوشیار باشی و بر تاجیکان اعتماد نکنی، خاصه بر خراسانیان که در اقالیم جهان بدلری و کین خواستن و شب رفتن و کمین ساختن بر صف آماده‌اند. در زمان تیمور و وارثانش روزگار دهکده و شهرستان را رو به بهبودی نهاده باشد هم از کشمکشی‌های سیاسی دور نبود. در مدتی کوتاه کشاورزان و پیشوران با آبادی پرداختند و شهر کلاب به عرصه سیاست برآمد. روزگار پیچیده رومی ختلان در عهد تیمور و وارثانش در منبع‌ها تا اندازه فرا گرفته شدند، خاصه در ظفرنامه شرف الدین علی یزدی. از آثار علی یزدی معلوم می شود که قبل و در زمان سلطنت تیمور حاکم ختلان کیخسرو بود و ملک یک سرنوشت ناهموار و پر از ستیز و آویز داشت.
مردمش در عذاب و اذیت ماند و گرفتار ماجراها و جنگ و جوش اقوام ترک تبار گردید. از طرف دیگر ورارود و خراسان را موج مرکزگریزی با شدت فرا گرفت. از جمله کیخسرو نیز در همین حلقه نقش می‌بازید. او بیشتر در جستجوی سود خویش بود. در اتحاد با معزالدین حسین نبیره امیر قزغن در مستقلیت خود می‌کوشید. در همین حالت خان وقت تغلق تیمورخان برای فتح ماوراءالنهر لشکر آماده می‌کرد. این خبر به بلخ رسید و به مقابل او از کابل لشکری امیر حسین برآمد و در کنار آب وحش صف آراست. واقعه زمستان سال 1361 به وقوع پیوسته بود. همین منظره به طریق ذیل تصویر شده است و چون خان از دربند آهنین گذشته با آنجا رسید و سپاه طرفین سیاهی یکدیگر دیده صف بیاراستند. کیخسرو ختلانی با اتباع خود از امیر حسین رو گردان شد و صف ویران ساخته به لشکری خان پیوست. امیر حسین چون آن حال مشاهده نمود روی به هزیمت نهاد. از روی معلومات عملی کیخسرو بی سبب نبود. زمان ضبط بدخشان امیر حسین برادر او کیقوباد ختلانی را کشته و یکی از دخترانش را به حرمسرای خود برده بود و هم در ظفرنامه ذکر شده که امیر کیخسرو در آن وقت که پیش تغلق تیمورخان رفته بود خان او را به دامادی خود گرامی گردانده بود و تومان قتلق دختر عمزاده خود بیسون تیمورخان ابن ابوکن را به او داده. واقعات و رویدادهای این دوران را بهای واقعی دادن دشوار است. چرا کیخسرو از امیر حسین رو گرداند؟ در صورتی که به اتحاد پیمان بسته بودند. همین حالت در منبع‌ها روشن منعکس نشده است. شاید کیخسرو به خاطر قصد گرفتن امیر را تحریک داد و در نیمه راهش گذاشت و بسیار پندارهای دیگر. در همین جا به دو پهلوی حوادث می توان توجه کرد. نخست این که سپاهیان ختلانی چون زمانهای پیش در جسارت و رزم‌آرایی نقش مؤثر و حل کننده داشتند. با کدام قوه‌ای که بپیوندند به پیروزی می رسیدند. از این رو به طرف خودگرداندن آنان به هر وسیله اهمیت داشت. دیگر در نوشته‌های غرضمندان بعضی تاریخ‌نگاران خویشی و همخوانی حاکمان ختلان با ترکان تلقین می شود که بنیاد ندارد. اگر نکاح کیخسرو و تومان قتلق را در نظر داشته باشند پدیده مقرری دوران هاست. با اولاد محلی تعلق داشتن حاکمان ختلان از نام و نسبشان که با عنعنه‌های پیشین در رابطه بود روشن می شود. مثلا فقط از یک نسل مانای کیخسرو و کیقوباد. همان هم در احاطه ترکان و نام و عنوان‌های بلعجبی که وجود داشتند. اوضاع پرپیچ و تاب عصر میانه که از دوره‌های پیشین هیچ فرقی نداشت مقال رایج گردیده را تصدیق می‌کند. کار شرق بلعجب است. هر حاکم تلاش می‌ورزد که دیگرش را بفریبد که آن را نیرنگ‌ها یا بازی‌های سیاسی نیز نام نهادند. چنان کیخسرو از نیرو گرفتن امیر تیمور استفاده نموده با او در سازش شد و آنها در متحدی آهنگ مبارزه را بر ضد امیر حسین حاکم بلخ سازمان می‌دهند. موافق معلومات منبع‌ها در این هنگام پیمان موافقتر پیشروی امیر تیمور ظهور می‌کند. او در محاربه ضد شاه بدخشان شیخ علی بدخشانی سال 1367-1368 با امیر حسین به هم می‌آیند. در همین حالت کیخسرو و شیخ محمد بیان به مقابل تیمور اسیان را راه اندازی می‌کنند. امیر تیمور از اسیان آگاه شده با تشویق امیر حسین بر ضد کیخسرو لشکر می‌کشد. با مقاومت نیروهای متحده کیخسرو تاب نآورده به واسطه قراتگین به آلای فرار می‌نماید. چندین نگذشته مناسبت امیر تیمور و امیر حسین تیزنتون می‌گردد و کیخسرو اراده ظاهر می‌کند که در سازش با تیمور باشد. پس از ضبط قلعه هندوان بلخ و از اسیر افتیدن امیر حسین شاه ختلان کیخسرو با رضایت امیر تیمور در خونبه‌های برادرش امیر حسین را قتل می‌کند. ولی این همه مناسبت‌های دو خودخواه را به نمی‌سازد. با قول علی یزدی کیخسرو ختلانی را که مادر عداوت و حسد که در باطن داشت و به حکم ضرورت پرده نفاق می‌پوشید
و در حرکت آمد و قاصد پوشیده پیش حسین صوفی فرستاد. حسین صوفی حاکم خوارزم بود. او به تشویق کیخسرو در آمد و لشکر آماده کرد و مقابل تیمور برخاست، ولی شکست خورد. شنونده ارجمند، احساس میکنید که یک منظره پیچیده و پرماجرای پیش نظر جلوگر می شود و می توان پدیده و رخدادها را به هر رنگ ارزش مقرر کرد. شاید عملهای کیخسرو گامهای جدی در برقراری مستقلیت بودند، نه احساس عداوت و حسد. اگر چنین بود پس پختگی سیاسی و هوشیاری و معرفت دولتداریش ناکامل به نظر می رسد. او در هر گردش به دام دیگری افتاده بر زیان خود کردارها انجام می داد. در آخر خودبینی، خودکامگی و ناآگاهی حاکمان خراسان و ورارود موجب به سر قدرت آمدن تیمور خونخوار شد. پس از آگاه شدن تیمور از نامه به حسین صوفی گناه و کردار کیخسرو را ثابت کرد. امیر تیمور با لشکر زیاد ختلان را ضبط نمود و به جایش محمد میرکه پسر شیربهرام جلایی را نشاند. کیخسرو به سمرقند برده شد و به دست نوکران امیر حسین در خون امیر مقتول کشته گردید. از کیخسرو فرزند مانده بود با نام سلطان محمود که بعد این واقعه ها به شمال به نزد تختمیش خان دشمن تیمور رفت و در پیکارها از جانب او بر مقابل تیمور مدت جنگید. حاکم تازه تعیین ختلان محمد میرکه جسور و رزم‌آور بود. در یورش های تیمور شرکت می‌ورزید. او حتی در محاصره و اشغال قلعه بایزید فعالانه اشتراک کرده است، ولی در خون او نیز احساس استقلال بروز می‌کند و هنگامی که تیمور خاک خوارزم را می‌بیخت، محمد میرکه به ترمیز حمله می‌آورد. با قول همزمانان بر ضد محمد میرکه یاغی از سمرقند عمر شیخ لشکر آماده می‌کند. در پیکار محمد میرکه شکست خورده از پل سنگینیوش گذشته به ختلان می‌گریزد. در اینجا آرامی نیافته به سمت دره درواز حرکت می‌کند و به قول علی یزدی شاه درواز شاه جلال الدین دست رد به سینه امید میرکه باز نهاد و او را به قلعه راه نداد. پس از گیرودارهای زیاد اسیان میرکه با خون آغشته و خود او در راه از طرف نیروی رسیده شاهزاده کشته شد و ختلان به تمامی به هیئت دولت تیموریان درآمد. در عصرهای بعدینه نام کلاب به عرصه تاریخ وارد می شود. در عهد بادیه‌گردان پسین به مرکز زدوخوردهای شدید تبدیل می یابد. از نگارش منبع‌ها معلوم می شود که کلاب در زمان شیبانی ها با قلعه استوار و دیوارهای مستحکم سر به عرش و دلاوران رزم دیده شهرت داشته است. قلعه را به بار چندم عبدالله خان محاصره نموده عاقبت سال 1584 ضبط و در غایت غضب دیوانوار به زمین هموار می کند. شاعر شهیر عبدالرحمن مشفقی از کارنامه حاکم کلاب یاد آورده در مقاومت سربازان جانفیدان نوشته بود: والی کلاب را در قلعه گر آب نمان، قلعه او چشم چشم است از نشان ضرب سنگ. شنونده ارجمند، در سمت آفتابران نزدیک به قلعه امام عسکره در حدود ناحیه مؤمن‌آباد موضعی است معروف با عنوان اسکولا. آن را وامانده شهر می‌دانند که منسوب به عصرهای 15 و 16 میباشد، اما بازیافت‌ها دلیل کهن‌تر بودن شهرند. اسکولاب را شکل ویران شده اسکولاب می‌شمارند. اسکی ترکی کهنه و از استفاده رفتن معنی داده می‌شود. شاید احتمالیت داشته باشد، اما اسکی از زبان سغدی در اسکادره به معنای بلندی نیز وامانده که قابل آموزش است. موضع جای گرفته شهر امکان می‌دهد که به شرح علمی آن مشغول شوند. در عصرهای میانه هرچند شهرت پیشینه را با آبادی و اهالی زیاد به دست نآورده باشد هم، ولی با گذشته پر افتخارش کلاب یاد می‌شد. چنانکه در برهان قاطع محمد حسین برهان آمده است: ختلان نامی ولایتی است از مضافات بدخشان که به کلاب اشتهار دارد. گویند مردم آنجا خوش صورت می باشند و اسب خوب نیز از آنجا آورند و ختلی و ختلانی منسوب به آنجاست. و در جای دیگر همین مؤلف تاکید دارد که خوشنواز والی هیتال را نام برند و هیتالیه شهر است عظیم. کام ناکام معلوماتی او به دوران کهن‌ترین منطقه تعلق دارد، ولی از تقدیر آینده سرزمین نیز
با خبر بوده است که در جای دیگر می نویسد کلاب نام ولایتی است از مضافات بدخشان که آن را ختلان می گویند و نام شهر و مدینه هم هست. و سطر گذشته یاد می آورد از کمانکش و توانمرد بودن مردان منطقه که تأکید می کند کلاویان پهلوانان و گردان را گویند. در دوران پسین سرزمین به هیئت خانگری خوقند و پسان به تابعیت امارت بخارا درآمد. به قول سیاحان و کارشناسان روس تا سال 1862 تا هجوم امیر مظفرخان منطقه مستقل بود. پس از این واقعه سرزمین به دو بکیگری کلاب و بلجوان تقسیم کرده شد. اکنون اداره کردن و جور و ظلم آوردن به سر خلق بیچاره برای امیران سهل گردید. دریافت مواد دایر به عصرهای 19 و ابتدای عصر 20 مشکلات ندارد. در مدت کوتاه حربیان امپیری روس به صورت سیاح و کارشناسان کوهمنظر ختلان را به عرض طول تدقیق کردند. آنها از ذخیره‌های زیرزمینی، آبیاری، چشمه و رود و رودک‌ها، زمین‌های کارم، شماره چاروا تا ذهنیت ساکنانش معلومات گرد آوردند که هنوز 30 سال قبل آماده کرده بودند. با آن در کتابی با نام کشوری پیشاروی خورشید سالهای 90 به نشر رسیده بود. برقراری ساخت نوی شوراها در ابتدا بدبختی‌های دیگر را به سر خلق جفا کشیده بار کرد. از سال 1921 نظام تازه ایدئولوژی ترغیبگری اتئیسم جنگاور تنتنه داشت که با ذهنیت و باورهای مردم مقابل می ایستاد. جنگ برادرکش سرزمین را فرا گرفت که عاقبتش سالهای طولانی اصلاح نشد. خویش و برادر و یار و دوست در مقابل هم می ایستادند. مملکت به خرابزار تبدیل یافت. آنهایی که چشم خط داشتند برندگان غایه‌های تیره و تار فیودالی دانسته شدند و مال و حالداران کولک و دشمنی خلق. سرزمین را به سر و سامانی فرا گرفت. راهزنی و غارت و کشتار حادثه مقرری گردید. موافق معلومات آماری تنها در 10-12 سال یعنی سالهای 1921-1933 اوکروگ کلاب بیشتر از 62% اهالی خود را بای داده بود. آنها از حدود ولایت بیرون رفتند یا به افغانستان فرار کردند و یا کشته شدند که قبلا به این مراجعت شد. انجام گفتاری هفتم. شما خوانش بدیعی را تحت عنوان داستان ناسکل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراران و کارگردان زبیدالله جان محمدов شنیدید.